مقامات تاجیک اعلام کردند که در این کشور دوام شبانه روز گذشته 98 مورد گرفتاری به بیماری کووید 19 ثبت شده است. به اطلاع وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، دوام 24 ساعت اخیر در کشور هیچ کس از کووید 19 نفوتیده است. وزارت تندرستی شام 4 ایون با نشر اطلاعیه اعلان کرد که در شبانه روز گذشته 202 نفر پس از شفا یافتن به خانه‌هایشان رخصت شدند. همکنون 1418 نفر دیگر زیر مراقبت طبیبان قرار داشتند. این وزارت شماره گرفتاران به کرونا ویروس در این کشور را 4289 نفر اعلان کرده است که تاکنون 2401 نفر و یا 56% آنها شفا یافتند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی شماره فوتیدگان از این بیماری را 48 نفر گفته است. اما متخصصان و بسیاری ها میگویند مقیاس بیماری و مرگ و میر از کووید 19 در تاجیکستان زیاد است و مقامات حقیقت را درباره بیماری پنهان می‌دارند. در یک فهرست غیر رسمی یا خود الترناتیوی قربانیان کووید 19 و التهاب شش، تهیه‌گران آن نام بیش از 400 نفر را درج کردند و در یک هفته اخیر نام 20 نفر به آن ضم شده است. تاجیکستان روز 30 اپریل اعلام کرد که کرونا ویروس نو به این کشور سرایت کرده است. هرچند با نظرداشت فوت چندین نفر از بیماری به گفته مقامات التهاب شش، متخصصان میگفتند بیماری وجود دارد. بعد رد و بدل ها با سازمان جهانی تندرستی، حکومت تاجیکستان گروهی از متخصصان سازمان را به دوشنبه دعوت کرد. پیش از ورود هیئت به کشور در روز 30 اپریل، وزارت تندرستی اعلام کرد که 15 مورد سرایت کووید 19 در تاجیکستان ثبت شده است.